این تاریک‌ترین استاندارد زیبایی بوده که وجود داشته. توی دوره ویکتوریایی فشار استانداردهای زیبایی به قدری عمیق و شدید بود که خیلی از زنها برای وزن کم کردن تخم انگل می‌خوردن و اینجوری انگل کرم نواری توی بدنشون رشد می‌کرد و تمام غذایی که اونا می‌خوردن رو می‌بلعید. خیلی اوقات کرم‌ها بسته به نوعشون بین 3 تا 10 متر توی بدن رشد می‌کردن و موقعی که زمانش میرسید که این موجود رو از بدنشون در بیارن، خیلی‌ها دقیقاً همون موقع می‌مردن. یکی دیگه از ملاک‌های زیبایی داشتن پوست رنگ پریده و سفید بود. به همین خاطر خیلی از زنها به عمد خودشون رو به بیماری سل مبتلا می‌کردن تا رنگ پریده به نظر برسن. یا بیسکویت‌ها و شیرینی‌هایی می‌خوردن که پر از مواد شیمیایی و خطرناک بود که باعث اعتیاد و حتی از کار افتادن اندام‌های داخلی بدن می‌شد. برای داشتن چشم‌های اغواگر و فریبنده از سم گیاه بلادون به عنوان قطره چشم استفاده می‌کردند که مردمک چشم رو گشاد می‌کرد و خیلی از اوقات نهایتاً باعث نابینایی و مرگ می‌شد.